برن بانه جور نکو. حالا اکثر نماز نمیخوان. چرا نماز نمیخوان؟ کالای مرداره. چرا نماز نمیخوان؟ وضو ندارم. بیدین. بیدین. به قول بعضی علما در یک نماز مرتد و اگر اکثر نماز ترک میکند یا یک نمیخونه باز کافر مرتد. وقتی که در روسیا میشه 6 قسم کالا میپوشه، حتی دریچی بپوش، عطر بزنی، پیش الله وقت نماز میاد بیوضو میشه. مردار بیدینه، کافر مرتده. یعنی هیچ از الله اینا ترس ندارن. فقط می پیدا شده که بخو حیوان واری تشناب برو بیا و بخو اینمی قسم مرگش میاد. مرگش میاد، مردار میشه، میره. حتی فتوای علماء است کسی که نماز نمیخونه جنازه زیر نخوانین، لاشش حیوان واری ببرین یک چقوری را بکنین پرتین موجه لاش. کتم کالایش نه کفن نه بوشو هم تو پرتین. الحمدلله باید شاگردای ما ای کار کرده بود. یک خیش و خیشاوندشان وفات کرده بود. پیش ازی که مردم خبر شد یا برده بودن یک چقوری را کنده بودن انداخته بودن. مردم میگه که مرده کجاست؟ مرده نیست. گفت قریب بود ما بندی شویم. چند وقت پیش، چند سال پیش، 10 سال پیش، 10 سال یا 15 سال پیش. آخر گفت حکومت خبر کردن که طور باز گفتن دود پیدا کنین اگر نه شما رو ما این چونین جزا میدیم. و دیدیم که بندی خانه میریم باز قبر خونه بود. گفت چخوری بود نشان دادیم، پس کشیدن بردن ششتن و چیز کردن. گفت چون که بی نماز بود. حکم ارتداد و بالای جاری کرده بودن.